سلام دوستان، وقتتون بخیر. با جملات اسمی خبری یا پسوندهای فاعلی برای شخص بن در خدمتتون هستم، یا حالا پسوندهایی که معنی هست یا اس میدن. به طور مثال نگاه کن، پسوندهای فاعلی برای شخص بن رو ایم، ام، اوم، اینها پسوندهای فاعلی برای شخص بن هستند که بر اساس آخرین حرف صدادار هر کلمه‌ای متفاوت میان. پس به ترتیب شد ایم، ام، اوم، حتما اینا رو یاد بگیرید. بریم که کاربرد اینها رو یاد بگیریم. هر کدوم از اینها کی میان؟ اگه آخرین حرف صدادار یک کلمه آی با نقطه و ای باشه، از ایم استفاده میکنیم. نگاه کن، بن güzel ایم، من زیبا هستم. güzel آخرین حرف صدادارش ا هست دیگه. خب مورد بعدی، بن öğrenciyim، من دانش آموز هستم. آخرین حرف صدادار öğrenci آی با نقطه است، پس بازم این میگیره. خب بریم سراغ مورد بعدی، کی میاد؟ نگاه کن، اگه آخرین حرف صدادار یک کلمه ای آی بی نقطه و آ باشه، از استفاده میکنیم. نگاه کن، بن شیشمان من چاق هستم. شیشمان آخرین حرف صدادارش آ هست. بن çalışkan من تلاشگر هستم. آخرین حرف صدادار çalışkan آ هستش. خب حتما به این نکات توجه کنید. خب مورد بعدی، بریم که مورد بعدی هم بخونیم. اومو که استفاده میکنیم، پسوند فاعلی اوم که به معنی هست یا هست است. من دکتر اوم، اگه آخرین حرف صدادار یک کلمه اوی بی نقطه و یو بی نقطه باشه، از اوم استفاده میکنیم. نگاه کن، من دکتر اوم، من دکتر هستم. من پیلوت اوم، هر دو آخرین حرف صدادار هر دو دکتر و پیلوت هر دو اوی بی نقطه است، پس از اوم استفاده میکنیم. مورد بعدی، نگاه کن، اومو که استفاده میکنیم. نگاه کن، بن زمانی که فعلا بگم که زمانی که آخرین حرف صدادار یک کلمه اوی با نقطه و یو با نقطه باشه، استفاده میکنیم از حالا نگاه کن، بن köylüyüm، من اهل روستا هستم. بن kötüyüm، من بد هستم یا من بدم. پس اینا رو استفاده میکنیم. خب من در رابطه با حروف صدادارم بگم، ما 8 تا حرف صدادار داریم. حرف آ، حرف ای، آی با نقطه، آی بی نقطه، یو با نقطه، یو بی نقطه و اوی با نقطه و اوی بی نقطه. اینها 8 حرف صدادار ما هستن که خیلی مهم و کاربردی هن. پس حتما اینا رو یاد بگیرید و هر سوالی داشتید ازم بپرسید. لایک و سابسکرایب یادتون نره.